آقا مراد، بله آبجی. ماشینو سرویس کن، میخوام برم مسافرت. لنتش هم یه چک کن، بده شاگردت برام بیاره. چشم آبجی. حساب کتاب ماشینم برام بفرست، انعام شاگردت هم میزنم، خیلی اخماش تو همه. بله آبجی، شما بفرما، خیالت راحت. مرداد کاپوت. مراد داداش خسته نشدیم از عباسی؟ تا کی مردم باید با ما مثل خدنگاشون برخورد کنن؟ داره یه جور حرف میزنه، داره انگار داره با نوکرش حرف میزنه. روغن عوض کن، بده شاگردت بیاره. وایسا کوفتتو ببر دیگه بابا. ای بابا داداش همینه دیگه، ما کسی رو نداریم که بخواد پشتمون باشه. بگه ماشین میخوای بخری، بیا پولیم برو ماشین بخر. مسافرت میخوای بری، بیا پول برو مسافرت. چیزی میخوای بخری، بیا پول. نداریم داداش. فعلا دور این آدم پول داراست. به اینا چش نگیم. شب باید واجب خالی بریم سر سفره زن و بچه‌مون. داداش 5 سال من و تو داریم تو این مغازه کار میکنیم، 100 تومن به پول پیشمون که نتونستیم اضافه کنیم، سالی هم داریم 50 تومن همون پول پیشه رو میدیم جای کرایه عقب افتادمون. بازم بگیم چشم؟ تا کجا؟ داداش ما به اینا چشم نمیگیم که، ما به زن و بچه‌مون چشم میگیم، به ننه بابامون. باز دم خودم و خودت گرم که هنوز رو پای خودمون وایسادیم. نون بازومون رو میخوریم، نه نون 1001 دونه کثافت کاری دیگه. من دلم نمیخواست ولی اپس همه چی تنهایی برام. من دلم نمیخواست هر رو باشم از استرس فردا بیقرار.